دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من تارا هستم. همونطور که بهتون بارها قول داده بودم، امروز اومدم اینجا تا در رابطه با قوانین بازی مافیا باهاتون صحبت بکنم. همونطور که خیلیاتون میدونید، ما 2 هفته یک بار ایونت بازی داریم. بازی مافیا به صورت مرتب انجام میدیم و من قول داده بودم که یک ویدیو بذارم که خیلی بلند هم نباشه، حوصله کسایی که بازی مافیا رو از قبل بلدن بهش مسلط هستن سر نره، از طرفی کسایی که بازی مافیا هم بلد نیستن بتونن از این ویدیو استفاده بکنن تا با بازی مافیا آشنایی پیدا بکنن و قوانینش رو یاد بگیرن. به علاوه اینکه به خاطر اینکه ما بازی رو خیلی جذاب‌تر بکنیم، یک مقدار مدلش رو تغییر دادیم و ورژن خودمون رو ساختیم که اون رو توی ایونت هامون پیاده میکنیم و اومدم این ویدیو رو ساختم که وقت ایونت هامون هم هدر نره و بتونیم که از قبل این ویدیو رو با دقت ببینیم، روی بازی تمرکز بکنیم. خب دوستان، اصلا بازی مافیا چی هست؟ خیلی کلی بهتون بگم. بازی مافیا 2 گروه داره، گروه مافیا و گروه شهروند، که این 2 گروه باید با هم یه جورایی بجنگن و سعی بکنن که برنده بشن. گروه مافیا باید با هنر سخنوری و قدرت تکلمش سعی کنه به شهر بقبولونه که مافیا نیست و از طرفی شهر باید با اون اتحادی که داره و هوشی که داره و قدرت تجزیه و تحلیلش متوجه بشه که مافیا داره گولش میزنه، صداقت و راستگویی شهرش رو متوجه بشه و بتونه با بقیه متحد بشه تا به جنگ بد بره و پیروز بشه. این کلیت بازی مافیا. حالا بعضی وقتا بازی مافیا نقش مستقل هم داره که اون رو در ویدیوهای دیگه بهتون توضیح میدم. میخوام این ویدیو خیلی کلی باشه و ویدیوهای کوچیک کوچیک در رابطه با استثناها میذارم و اگر که سوالی براتون پیش اومد در این ویدیو لطفاً برای من کامنت بذارین، من پاسختون رو بهتون میدم و اگر که نیاز به جزئیات بیشتری داشت براتون یک ویدیو درست میکنم و اینجا میذارم. خب بچه‌ها، الان این ویدیویی که میگیرم برای یک گروه 12 نفر است. حالا اگر گروه بزرگتر باشه به تبع نقش‌های دیگری بهش اضافه میشه، ولی برای یک گروه 12 نفره استاندارد ما 3 مافیا داریم و بقیه بچه ها هم که شهر هستن، یعنی 9 شهر 3 مافیا. با کارتر ما بچه یک مافیا ساده داریم، همونطور که میدونید ساده است. میدمن که توی بعضی از بازی ها بهش میگن خریدار، فروشنده هم فکر میکنم بعضی ها بهش میگن سالمن، خیلی ها بهش میگن گادفادر، پدرخوانده. و کس دیگه ای که شهره اما در بازی ما شبا با مافیا چشماشو باز میکنه، undercover cop. یعنی شب که میشه 4 نفر چشماشونو باز میکنه. گادفادر که رئیس گروه مافیا، حرف گادفادر. گادفادر چیکار میکنه؟ وقتی که این 4 نفر دارن با هم صحبت میکنن، مشورت میکنن که شلیکشون کی باشه، گادفادر حرف آخر رو میزنه. گادفادر دیگه چی کار میکنه؟ گادفادر میتونه سلاخی کنه با حس ششمی که داره. یعنی چی؟ یعنی گادفادر میتونه تشخیص بده که چه کسی در شهر نقشش چیه و اگر نقش اون رو درست حدس بزنه میتونه اون آدم رو سلاخی بکنه. برای همین بهش میگن حس ششم. حالا چرا گادفادر باید چنین کاری بکنه؟ به خاطر اینکه وقتی گادفادر کسی رو سلاخی میکنه، اون آدم در واقع تکه تکه شده، یعنی دیگه با کنستانتین یا هیچ جور دیگه نمیتونه به شهر برگرده و سیو دکتر، داشتن محافظ، حفاظت شدن، هیچ چیزی روی آدمی که قرار سلاخی بشه درست روش حس ششم انجام شده، نقشش درست حد زده شده، تاثیر نداره. اون آدم میمیره و برای همیشه از اون شهر میره بیرون. پس این دلیلیه که گادفادر میاد حس ششم میکنه.
و اگر که گادفادر به اشتباه حسششون بکنه هیچ اتفاق بدی برای مافیا نمیفته به جز اینکه در واقع شلیک اون شبشون رو از دست میدن. میدمن اگر که بخواد یک کاری رو انجام بده اون شب شلیک ندن، یعنی میدمن اگر بخواد اون شب خرید بکنه دیگه نمیتونه گادفادر اون شب شلیک بکنه یا حالا مافیا کلا اون شب شلیک بکنه. کاری که میدمن انجام میده اینه که در صورتی که یکی از یارهاش از گروه خارج شده باشه، مرده باشه، میتونه یک شهر ساده رو بخره. یعنی باید حدس بزنه کی شهر ساده است و اون رو بخره و اون شب دیگه مافیا شلیک نداره. و اگر اشتباه کنه اتفاق خاصی نمیفته، فقط خریداری نمیشینه. مافیا ساده هم که خب شلیک انجام میده ولی تصمیم نهایی رو همیشه گادفادر میگیره و مشورت میکنه با بچه ها. Undercover Cop. بچه ها Undercover Cop کارش اینه که با مافیا شب چشم باز میکنه و مافیا میدونه یک جاسوس تیمش داره اما نمیدونه کی. Undercover Cop در طول روز برای شهر بازی میکنه و با شهر میبره و به نفعشه که شهر ببره و در واقع جاسوس پلیس مخفیه که با مافیا چشم بازی میکنه و در طول روز خیلی نامحسوس به شهر گرا بده که چه کسی مافیاه، شهر چطوری بازی بکنه. این از تیم مافیا. تیم شهر. کنستانتین میتونه در طول بازی یک بار یک نفر رو به بازی برگردونه. البته کسی که سلاخی نشده باشه و کسی که با رأی‌گیری بیرون رفته باشه. در این صورت میتونه اون آدم رو به شهر برگردونه. حالا اینکه اون آدم شهر بوده یا مافیا بوده که به شهر برگشته کسی نمیدونه. امیدوارم که کنستانتین بتونه کارشو درست انجام بده. تاک تیرانداز که توی بعضی از بازی‌ها بهش میگن حرفه‌ای. حرفه‌ای یا تک تیرانداز کارش اینه که در شب بیدار میشه با فرمان گرداننده و گرداننده ازش میپرسه که آیا میخوای شلیک بکنی یا نه. و اگر حرفه‌ای یا تک تیرانداز بخواد شلیک بکنه باید حواسش جمع باشه که همشهری خودشو نزنه، چون اگر همشهری خودشو بزنه تیرش به خودش برمیگرده و خودش میمیره. ولی اگر بتونه درست حدس بزنه و مافیا رو تیراندازی بکنه مافیا از شهر میره. گرچه باید بدونید تک تیرانداز نمیتونه پدرخوانده رو بکشه و تیر تک تیرانداز رو پدرخوانده فایده ای نداره. کاراگاه شب بیدار میشه و استعلام کسی رو از گرداننده میگیره. بپرسه ایشون شهره یا مافیا. گرداننده بهش میگه که ایشون شهره یا مافیا. و اینکه باید بدونید استعلام پدرخوانده برای کاراگاه همیشه به صورت شهره. یعنی اگر من کاراگاه باشم و از گرداننده بپرسم ایشون شهرن یا مافیا، گرداننده به من میگه ایشون شهرن، چون پدرخوانده رو هیچ وقت به عنوان مافیا به کارگاه لو نمیده. دکتر شب به فرمان گرداننده از خواب بیدار میشه و میتونه یک نفر رو نجات بده. خودش رو یک بار و بقیه رو هر چند بار که دوست داره میتونه نجات بده. حتی میتونه مافیا رو به اشتباه نجات بده. شهر ساده با استدلال، با قدرت تجزیه تحلیل، با قدرت اتحاد سعی میکنه کمک کنه که شهر خودش رو بشناسه و مافیا رو بشناسه و مافیا رو شکست بده و شهرش رو نجات بده. اما من خیلی کوتاه در رابطه با این میگم که اگر گروه از 12 نفر بیشتر شد چه اتفاقی میفته. اتفاقای زیادی میتونه بیفته. احتمال داره که یک مافیا ساده اضافه بشه به مافیا
و یک شهر ساده اضافه بشه به شهر و احتمال اینم هست که یک نقش مستقل به بازی اضافه بشه. توی بازی ما نقش مستقل سریال کیلر هستش، قاتل سریالی، که کاری که انجام میده اینه که به دستور گرداننده و بنا به شرایط بازی یا هر شب یا یک شب در میون از خواب بیدار میشه و میتونه یه کسی رو بکشه، چه شهر رو چه مافیا رو، و با شلیک مافیا از بازی بیرون نمیره، فقط با رأیگیری از بازی بیرون میره و اگر آخرین کسی باشه که در شهر میمونه میتونه خودش بازی رو به تنهایی ببره. یه چیز دیگه هم که باید در رابطه با بازی مافیا بدونید استعلامه. یعنی شما صبح که بیدار میشید گرداننده از شما میپرسه که استعلام میخواین یا نه، که من بهتون بگم کشته هایی که بیرون بازی هستن شهرن یا مافیا. بعد هر کسی که استعلام بخواد دست بالا میبره. اگر تعداد کسایی که میخوان استعلام داشته باشن بیشتر از کسایی باشه که نمیخوان استعلام داشته باشن، استعلام به شهر داده میشه و خدا یا همون گرداننده فقط میگه که از کسایی که بیرون چند نفر شهرن و چند نفر مافیا. دوستان عزیز، اینها قوانینی بود که اگر بدونید برای بازی مافیا کافی هستن و اگر سوالی دارین یا فکر میکنید من جایی رو کامل یا درست توضیح ندادم، لطف کنید برای من کامنت بذارین. من حتما یک ویدیو مستقل میگیرم و براتون اون جزئیاتی که خواستین رو میگم و اینکه اگر که فکر میکنید که این ویدیو براتون مفید بوده، لطفاً بر دوستانتون که بازی مافیا رو دوست دارن یا بچه هایی که ایونت ما میان بفرستین تا بتونن این ویدیو رو ببینن و بتونن استفاده بکنن. امیدوارم که روز و شب و وقت خوبی داشته باشین. تا بعد.